یاری دهید زودتر با این خدایا یاری دهید آرامی جانم میرود التجا میکنم بیارید اینجا خوابونید چی شد؟ نمیدانم بیهوش شد مدت بی نفس ماند خواهش میکنم او را به هوش آورید فهمیدم التماس به بیرون برایید خب مالش خدایا مدد کن مرا تنها مگذار سامان عارف امیر شما؟ بله فرمان دستگیر کردن شما به ما رسید سامان جانم آید این مسئله معلومات پوره ندارم پس معلومات ندارید برادر زودتر سوار شم ما رو تشویش نده خدا شفا دهد خانم عارف کجاست؟ معالجه کردیم منتظر تشخیص هستیم آهسته احتیاط شوید آخر نه خوبتر شدید آیا یگون بیماری دائمی هست؟ نه دردی دل چی؟ من دردی خودم را میدانم با شما تعلق ندارد خانم با کجا؟ اکا نکن التجا میکنم مالش خوب شده است راست میگویی برادر آخر این چه گناه میخواید به نزدیکانتون خبر دهم؟ نه یگان کس نیست نمیخواهم که یگان کس این حالی مرا ببیند خدایا خداوند این چه روزی بود خاموشیستی نوبت تو هم میآید خانی شرف آدمی شکنجه را غلبه میکند قاتلان ظالم حتما حسابات دهید خاموش نشو خاموشیستی نوبت تو هم میآید شان شرف آدمی شکنجه را غلبه میکند سلام چی شد؟ سرده برای بردن دخترم اومدم مادر در اینجا چیکار میکنی؟ من گمان کردم که او فراش است چی؟ مادر تو؟ فراش؟ تو شرمنده اینا بکار سرده یک طرفیست پایمان میکنی چی میخوایی؟ رفتیم مادر جان چی میخوایی؟ تو خودت کی هستی که دختری مرا با این کارها آواره میکنی؟ خودت کی هستی؟ مادر جان یک طرفیست نگویم مرا گوش کن حاضر تو را با زیر پایم گرفته چنان باب میکنم که دنیا در نظر چون میشود نمیخواد فرده رو از اینجا ای دیوانه به من نگاه کن با این کارهای احمقانت ما را نترسان نمیخواد تو کاردار نشو سرده وای بر حالی تو من برای دخترم اومدم شما چطور میکنی؟ سلام شد اینجا سلام خاموش نشو این دعوا از پدر و مادر دیده بالاتر میباشد از آزادی و عدالت نباید دست کشی وقتی احساساتی شدن نیست شان شرف انسانی البته یک روز نه یک روز طول بازار را مغلوب میکند
هدفمون رسیده. مقصد ما دقت همگان رو جلب کردن بود. شما همه کل دوام بدید. خاموش نشو. اگر خاموشی را اختیار کردن ای مردم پدرم مادرم من یک مادری بیچاره‌ام سالهای دراز در مکتب و بیمارخانه فراشی کردن برای چی؟ برای دخترم را خواندن اما این ابلهان دختر یکم یگانم را از من گرفته بردن دخترم را زیدی پدر و مادر وطن و ملت و دین میشورانند آخر من مادرم میگویند که تو به کارهای دختر دخالت نکن دیگرم پاره می شود دخترم را از من دزدیدن با مادری تنها مادر بوده گریه حق گریه مادران است دیگرش دروغ می باشد این دلسوزی مادر را بین بیچاره زن کاش مادری من در آنجا میشد بیشتی زن بود به خدا همه اینا رو میپروند چندین فرزندانی پدر و مادران در جوانان رفیقان خبر آمد که گروهی تروریستی این عملیات را بیهوده تشکیل نکرده است بله چند روز پیش یک نفر در ترکیشمور با آن شخص رفیقی تظاهراتگران بوده است برای انتقام گرفتن آماده شدند آنها در فکری ویران کنی می باشند آقای مدیر نباشد تجهیزات ها را گیرم زودتر زود باشه ظریف گوش میکنم عارف را نمیابم در کجا بودنش را نمیدونی نه نمیدونم ما حاضر به عملیات میرویم عارف نیست شاید در رخصتی باشد من در نزدیکی شما میباشم حاضر میآیم مایلش زودتر شد دقت رفیقان جمیل را میشناسید اکنون او با ما کار میکند کنی رفیق فدایی همون را خوش آمدید گوید خوش آمده مبارک باشد خوش آمده گفتنی هم که به شرافتی آمدنت تو را به عملیات میبریم جمیل سال گذشته در تعیینات مخصوص تعلیم گرفته بود اما تا حال در عملیات ها اشتراک نکرده است شما میآموزانید مایلش برادر ما به تو بهترین راه تعلیم رو میآموزانیم تشکر اکنون تاکتیک مبارزه را دیگر میکنیم تنها با داد رفیقان زدن کفایه نمیکنیم تظاهرات تا آغاز کردن عملیات ما باید دوام کند ما آماده ایم در یک وقت معین به دو مکان امنیت حمله کنیم بعد که بودن ما را خوبتر میفهمیم چی خیر حالا قوی تر بودن ما را خوبتر حس میکنیم من اصلا سلاح رو دوست نمیدارم تبادلات به سلاح را در کجا دیدید؟ دوست داشتم در کار مدیر مگر من سردار نیستم شاهین کمی سر بودن معنای آن را ندارد که تو سرداری رفتار در نقطه سوزشواری قدر و قیمت تعیینات مخصوص را یک تنی پوچک کرد ظریف گوش میکنم راهبری عملیات بر دوشی تو اطاعت آقای مدیر فداییان سومن زودتر آماده شو خداوند مددگارمان باد آمین زودتر رفتیم زود باشه جورا جان چی شد به تو؟ آخر حالا وقتی کار نیست زودتر شو جورا جان چی شد؟ شرمنده نکن زودتر میگویم چرخی ماشین کفیده باشد اکا من در حال دیده میبرایم اکا قانون یکمی تعییناتی مخصوص تا فرا نگوید نمیفرایی تا سوار شو نگوید سوار نمیشوی
نمی فرایی سوار نمیشوی. ای برادر بس کن. جمیل سوار شو. وقتی زیادتی نداریم. با تعیناتی مخصوص خوش آمدی. رحمت. تو چرا زندانی شده برادر؟ خزینه رو نیست کردم. نفهمیدم. من نانوای خونه در آمدم. سمبوسه گرفتنی شدم. دیدم که صاحب دکان در قفای خزینه خوابیده است. خیر. چیکار کردی؟ پولهای خزینه رو گرفتی؟ این جنایت 103 من می باشد. تو با آدم های اینجایی مانندی نداری. اما تو در اینجا چیکار میکنی؟ منتظرم. چرا؟ دوست داشتم را. نباشد دور و دراز منتظر میشوی. مادر جان تو در اینجا چیکار میکنی؟ اینجا بیا. باید از اینجا زودتر بروی. دخترم در اونجاست. مادر جان اینجا چیکار میکنید؟ ما تو رو در تلویزیون دیدیم. دیده باشید پس دردی مرا میدونید. مادام شما نتوانستید من خودم نجات میدهم. ما به درونی خانه میدرویم و دختری شما رو صحت و سلامت از اونجا میگیریم، لیکن شما باید از اینجا بروید. تا دخترم را نگیرم به هیچ کجا نمیروم. دخترم را فریب کردند. جان جگری مرا. مادر جان رفتیم. در باشه منتظری ما شویم. خوش رویگی من التجا میکنم. مایلش دختری مرا نگرانی ما دستی شویم. بینم بسو نجات ده. در اینجا انتظاری ما شویم. بگیر. چطور استفاده بردنش رو نمیدونم. بگیر. با طرف لازم برداشته زیر میکنی. همش همین قدر تمام. گیرد و اطرافتان رو احاطه کرده. بهترش تیر پرانی نکرده تسلیم شوید. جمع شوید. هیچ راهشون رو گرید. ایرج چی گپ شد؟ انا اکنون زد و خورد رو میکنی. بعدی 2 دقیقه به بیرون میبراید و یگان کس ضرر نمیرسانید. مادر دختر در جای بخطر است. آیا انیق میدوند که دخترش دارد؟ در خانه چند نفرند؟ آنها را دیدم میگویم. آیدی چند نفر بودنشان خبری انیق ندادند. کاش که عارف هم در اینجا میشد. آیا بین تو و عارف یگان حادثه رخ داد سومن؟ نه هیچ چیز نه. اکنون تو هم میتوانی برای آزادی خلق خودت یکان عمل را اجرا کنی. این چیست؟ این مواد ترکنده که به بیرون گذاشته. من چیکار کنم؟ این رو ترک کنم؟ من در نزد ترزه میستم. همین که اشاره کنم همین تو مچه را زر کن. اوه چی شد؟ اگر به میدان ایسا درایی موجهای مگنیتی را مشاهده میکنی. ظریف فهم و ترکم زن. در این جای هم مواد ترکنده گذاشتن. از اخرب یک و فدایان در نزدیکی های ما مواد ترکنده گذاشتن و همه رفیقان رسانید که آیسته دور شوند. من کوشش میکنم که مواد را یابم. جمیل سپر را گرفته با من. اگر در اینجا بمب باشد با دقت شدن لازم. من رفته رفیقان را آگاه میکنم
سومن تو این طرف را نظارت کن. رفیقمان برای مواد ترکنده را نیست کردن به طرف خانه می رود. او را باید خوب حمایت کنیم. این دیوانه چیکار میکند؟ بابا نگرید دیوانه بوده هستی؟ Stop. یافتم. بسم الله الرحمن الرحیم. این نوبکارت بمب را یافت. سنم تو بچه را زیر کن. من این کارو کردن نمیتوانم. بچه را زیر کن میگویم. نمیتوانم. اوه این چیست؟ گویا این که همش سرخ و کبود باشه. کاش مثل در فیلم ها بوده آسان می بود. بیناموس ها ای کدام کبود است و کدامش سرخ. گویا این که همش کبود سرخ است. این را بین هم مش آمیخته بازار دهقان ها بند. ای دختر کفان با تو دیگر این خیل فرصت نمیدیم. دیر کن زودتر بجوم. نمیتوانم. من فقط داد و فیغان کردن میتوانم. به من ده دیوانه. شیره که من زودتر تو هم به نزد گذشتگان ندارم. نه ترکید. پرانت پرانت بازی که در دستشون ناترکیدن علمشان کرد بیش شرفان. سلام دخترم. خدا من دخترم رو کارلوس برادر این مواد برای تسلیم کردن است. مسئولای لازمه برده تسلیم کن. التجا میکنم این را برده رسان. فهمیدی؟ یگان مشکلی نیست. حل میکنیم.
بسیار تو را دوست می‌دارم. سانا مادر دخترکم سانا نپرونید یه چی جو میکنم او دقت آنها را جلب کرد پروندن را قطع کردم راه گرفتنم از اینجا میبرایم نپرونید مادرم رو مادرت برای گریختن ما بهانه خوب است راه گرد مادر جان پرونید برای گریختن کاری ما را آسان میکنی سرده زودتر راه گرد رفتن در کار رفتن در کار دخترم جانم شخصی با میدانی حرب در آمد من از خفه دخترم سلام خاله ایستید جانی آجا سومن خاله ایستید دخترکم ایستید دخترم خاله ایستید چیکار میکنید اینجا بیایید اطرابیت من به این کسی حرف روان کنم فهمیدم از اینجا میرویم حالی مادرم چی میشود؟ به مادرت یگان چیز نمیشود رفیقان فکر او را میبینند نه من نمیروم ای گپ را درست نکن زودتر فرا کمی بد میبراید و مردمی در آنجا بوده دقت کنید اما حق دارید که شخصان سلاح به دست بپرد دختر در کجاست؟ او را به نزد من بیارید خاله جان نبینید همش خوب شده ایستاده آرام هیچ کار نکنم دخترم را برگردانید از همین خواب رو دست ها را بالای سرت مان خواب رو حرکت نکن خوب شو میگم دست ها بالای سر خواب رو الو مدیر اختای دیسکی روان کرده اتان رو تماشا کردم راستی گپ چی گفتنم رو نمیدونم فهمیدم برای حلی کار من خودم نزدتون می آیم سلام دخترکم خاله جان ایستید التجا میکنم خاله جان ایستید خاله جان
درون خالی است؟ نیست، دیگر کسی نیست. دخترم کنی من ای را برای تروریستان به مایه رساندم. ما خودم تنها عذاب کشیده ای را به مایه رساندم تا اینکه بخواند آدم شود. در خانه راهی پنهانی دارند. میدانستم همیشه این گونه نقشه دارند احمق‌های نابکار. دخترم، دختر جانم، دخترکم. نجات میدی مادر جان. شما نگران نشوید. نانو نمکی که از این وسط نجم کارت کند. حرامت باد. شد آرام شد خاله جان. راز دست این نوبکان رو نجات دید. جزایشون رو میبینند. آرام شوید خاله جان. سلام علیکم. اکای نادر چال دارید؟ خوب است. هموطنان را آوردیم. وطن پرستان را آوردیم. وطن دوستان را. راگا 5 نفر باشن. 5 نفر از اینها دسته مینی فوتبال خوب میبراید. شما استراحت کنید. همین کی برآمدید؟ با شما مینی فوتبال بازی میکنیم. با بیرون میبرایم. دلم تنگ شد. چی شد جورا؟ با خدا دلم تنگ شد. من میبرایم. باز دلت تنگ شد. چی شد آخیر؟ بیماری کسترفوب دارم. هنگامی که در و تریزه ها پشته باشن دل من تنگ می شود. این بیماری را کلاستروفوبی میگوین. نامی علیم. درد شکم آخره. بولتا گوش کن. وقتی مردن تو را چه خیل به تو بود میگذارم؟ تو بود نمیداریم. برای همین هم صفی پیش رو میگیرم. برای چی این خیل میکنی؟ شهید شوی راست نزد خدا. مبارک شود برادر. برای خودت چیپته یک طرفه گرفتی. برادرای خیل چیپته نمی شود. حتما به داخل تابوت می روی. پرسجو کردم. شهید شوی راست می روی. در نزد دوست نباید شرم و حیا کنی. اگر با دوستان خوب معامله نکنی پس تو را هرگز نخواهند بخشید. راست میگی. ظریف، کارلوس، رجب، عارف، برادران من در اینجایم. برادر تو در اینجا چیکار میکنی؟ اکا تو در اینجا چیکار میکنی؟ اینجا چیکار میکنی؟ از پی ثبت نوارها شدیم اما حقیقت را اثبات کرده نتوانستیم. بر ضد من پرونده جنایی باز کردند. سمن صحت شدی؟ مرا گوش کن. پیش راهی چندین انفجار را گرفتم اما کار شما را کرده نتوانستم. صرفم این کار را نرفتم. اکا ما این رو نمیدونستیم. خودم هم نمیدانم. عاجلا مرا با اینجا آوردن. نفهمیدم ماندم. سمن، آیا تو در این کار شریک هستی؟ نوارها را تو به امنیت برده داده بودی. مقصدی دادن نوارها دستگیر کردن عارف بود؟ اکنون از دستی من هیچ کار نمیآید. قرار را دادگاهی عالی میدهد. اول تو را از اینجا آزاد کنیم. یک چیز را تا حال نفهمیدم. در این کار چی معمایی هست؟ حتما هست اکا، حتما. از افت و بشر این آدم معلوم است که عملی بد انجام نمیدهد. بیچاره رو که یافتن آورده اینجا زندانی کردن. رفیقتان را صاحبه کنید. این دیوانه کیست؟ دیوانه کیست؟ هوشیار کیست؟ همه آمیخته شده است که بودن آدم ها را نمیفهمی. شنیدید؟ چیکار کنیم؟ زمان همین خیل شده. راست میگوید همین خیل نی؟ ها؟ در این کار حتما دست دشمن هست. هست اکا جان، هست. انیخ هست. خدا